آب نقره از قدیم الایام معلوم است این خاصیت ضد میکروبی دارد و ضد ویروسی دارد. لیکن پرابلم در اون است که چه همین ایون نقره در آب حل کردن لازم، چون که متل است که متل در آب حل کردن لازم است. ما همین کار کردیم طریق الکترولیز، یعنی که انود و کاتود هست. انود و کاتود هر 15 ثانیه جوش تغییر میدیم. ایون وقتی انود و کاتود میگیم اما ایون های منفی طرف انود میره و مثبتش طرف کاتود میره. منفی مثبت منفی به خودش میکشه، منفی مثبت. همین وقت رفتن 15 ثانیه وقتی ما جریان تغییر میدیم به انود به کاتود مبدل میشود. ایون نقره جدا میشه. ایون نقره نه ذره هست، یعنی درش نیست شنو اندازش. این در اون حل می شود. همین در اون حل که شد در اون میموند. ما پیشنهاد همین است که همین حاضر نقاب‌های محافظتی کرده استادان. همین نقاب‌های محافظتی ما از ویروس و از میکروب انسان حفظ کرده نمیتوانند. یعنی فقط نفس میکشه لگو چنگ و حبوبی که اندازش از همون اندازه زیچی همون سوراخی های همون ماتریال اگر کلان باشه نمیدارد، خود باشه وارد میشه. حالا که ویروس ها اندازشون خیلی خورده است. برای خاطر وقتی ما تر میکنیم در آب نقره، بعد از تر کردن باز خشک میکنیم. خشک کردیم آب بخار میشود، نقره در همون ماتریال میشیند. یعنی نقره کشیده از نفس میکشیم یکم نقره خاصیت داره که ویروس خودش رو میگیرد. دیگه بسیار در مورد کوتاه تمام نماد ویروس رو میکشد. برای ما پیشنهاد داریم که همون نقابایی که ساخته شدن از یک قبل عبارت شود، قبل موبایلی حتما مواد پختی باشد که در آب نقره تر کرده شده، بعد نقاب دوخته شود اگر خاصیت ضد ویروسی و ضد میکروبی پیدا میکند. ما در 200 لیتر همان روزه تیار کردن میتونیم. 200 لیتر بعد اون زیادانه تا 20 هزار برای نقاب تیار کردن ممکن. استفاده کردن ممکن. 200 لیتر آب نقره است. حال نقاب هایی که آب نقره دارن این هم علاقه اثبات است. کمش 3 روز استفاده کردن ممکن. نقاب شسته از نو استفاده کردن ممکن، چون که همون ایون نقره نه نظره نقره در ماتریال باقی میماند. یعنی مهلت استفاده نقابه ما 2-3 مرتبه زیاد کرده میتوانیم.